با نام و یاد خدا. دوستان و یاران همراه سلام. شب بر شما مؤمنان خوش باد. با امید به قبولی راز و نیاز شما حق طلبان و حقجویان، برنامه دیگر از برنامه‌های کتاب شب را تقدیمتان می‌کنیم. به مناسبت ایام این ماه مبارک و طبق روال شب پیش با بازخوانی بخش‌هایی از تفسیر گرانقدر کشف الاسرار در خدمت شماییم با بازخوانی فرازها و بخش‌هایی از برخی متون اسلامی. بازخوانی قسمت‌هایی از تفسیر شریف و وزین کشف الاسرار اثر خواجه عبدالله انصاری، عالم قرن 5 هجری قمری است. پاک و بی‌عیب است خدایی که به شب بنده‌اش را از مسجد مکه به مسجد بیت المقدس برد، که ما اطراف آن مسجد را با برکت کردیم تا به او آیت‌ها و نشانی‌های خویش بنماییم که اوست شنوا و دانا. خداوند آسمان‌ها و زمین در این آیه کرامت مصطفی جلوه کرد و شرف وی بر خلق نمود. اول خود را به بی‌عیبی گواهی داد و به پاکی یاد کرد، خود را خود ستود و کمال قدرت خود را با خلق نموده حوالت معراج رسول با کار خود کرد، نه با کار پیغمبر، تا منکر را شبهت نیفتد و بر منکر حجت بود و داند که عجایب قدرت را نهایت نیست و از کمال قدرت قادر این حال بدیع نیست. دیگر معنی آن که کرامت و شرف مصطفی بر مردم جهان جلوه کند تا جهانیان بدانند که مقام وی مقام ربودگان است بر بساط صحبت، نه مقام روندگان در منزل خدمت. زیرا ربوده در کشش حق است و رونده در روش خیش. او که در کشش حق است در منزل راز و ناز است و سزای او اکرام و اعزاز، و او که در روش خیش است بر درگاه خدمت باز همی خواهد و همی جوید تا خود منزلت یابد. آن مقام ربودگی مقام مصطفی حبیب حق است و این مقام روندگی موسی کلیم حق است که در مورد محمد فرمود او را بالا برد در شب به آسمانها و درباره موسی فرمود موسی به وقت آمد. موسی آینده است و به خود رونده و محمد برده شده است و از خود ربوده. آن که رونده باشد پس از فصل وصل یابد و آن کس که ربوده شده باشد از همان آغاز وصل بود و خاتمتش خلعت فصل. آن که فرمود بنده خود را به شب برد برای راز و نیاز و حضرت حق برد، زیرا که شب موسم عارفان و وقت خلوت دوستان و آرامگاه مشتاقان است هنگام نواخت بندگان. چون شب در آمد دوستان را وقت خلوت آمد که رقیبان در خواب و دشمنان دور، خانه خالی و دوست منتظر و مسرور. خداوند به داوود فرمود ای داوود، آن کس که شب خوابد دعوی دوستی مرا نشاید، و به محمد فرمود ای محمد، در راه ما هر که رنجی کشد از پس آن گنجی برد. تو را گفتیم به شب خیز و نماز کن، ما هم فرمودیم که به شب خیز و بیا با ما راز کن تا بدانی که ما رنج هیچ کس را ضایع نکنیم. بزرگان دین گفتند خداوند در معراج محمد کاری را که سزاوار ربوبیت او بود کرد و مصطفی کاری که سزاوار عبودیت خیش بود. عروج محمد سزای بشریت او و نزول الهی سزای الهیت او. معراج به آسمانها او را از مسجد حرام به مسجد اقصی و از مسجد اقصی به سدره منتهی و منزل اعلا برد تا احوال قیامت را معاینه بیند و قواعد شفاعت مهیا گرداند. روزی که همه گویند وانفسا، مصطفی که ملکوت آسمانها دیده و آیات کبرا و عجایب غیب بر او نموده شده نترسد و هیبت و سیاست آن روز در او اثر نکند و دل خود به شفاعت امت دهد. حضرت صادق فرمود شب معراج که سید به حضرت رسید به غایت قربت نزدیکی یافت و از غایت قربت نهایت هیبت دید تا خداوند تدارک دل او کرد و به غایت کرم و عنایت و نهایت لطف و کرامت او را به خود نزدیک کرد و خلوت اوعدنا یافت. راز شنیده، شراب محبت چشیده، دیدار حق دیده و از هر دو جهان رمیده و با دوست بیارمیده. رفت آنچه رفت
شنید آنچه شنید، دید آنچه دید و کس را از آن اسرار خبر نه. در بعضی آثار آوردند که چون شب معراج خواستند پیامبر اسلام را به حضرت حق برند، نخست جبرئیل او را از آب زمزم طهارت داد. آب اول وضو را جبرئیل گرفت و پر خود با آن منور کرد. آب دوم به میکائیل سپرد تا به زمره فرشتگان بالا بخش کرد. آب سوم به خزانه غیب سپرد تا ذخیره روز رستاخیز باشد و چون آتش دوزخ فروغ برآورد، مقربان آب سوم وضوء پیغمبر را بر آن آتش دوزخ بپاشند تا سوزش آن آرام گیرد و زبان فرو کشد. چون رسول خدا به حضرت اعلی رسید، از وی پرسید: ای محمد، در ملأ اعلی چه خبر است؟ در حالی که خود می‌دانست. گفت: نمی‌دانم، خداوند می‌داند. پیغمبر گوید: در آن حال اثری از آثار ذوالجلال به شانه و سینه من رسید و ذوق و روح آن به جان من آمد، دلم بیفروخت، عطر محبت برسوخت و علم اولین و آخرین در من آموخت. این است نوازش و کرامت بیشمار حق اکبر. و فرمود: چون شب قرب و کرامت ما را به معراج بردند، همین که به حضرت حق رسیدم، از مقام جبروت ندا آمد که ای محمد، بگو تا نیوشم، بخواه تا ببخشم. چون این خطاب به من رسید، گستاخ حضرت گشتم و خلعت دوست یافتم. گفتم: خداوندا، ابراهیم را خلت دادی، موسی را هم سخنی بیواسطه دادی، ادریس را به مکان عالی رسانیدی، داوود را پادشاهی بزرگ دادی و لغزش او را بخشیدی، عیسی در شکم مادر تورات و انجیل آموختی و مرده زنده کردن به دست او آسان کردی. با من چه کنی؟ ندا آمد که ای محمد، تو را حبیب خود خواندم. اگر با موسی سخن بی واسطه گفتم، لیکن حجاب در میان بود، سخن شنید ولی گوینده ندید. و با تو بی واسطه و بی حجاب سخن گفتم، سخن شنیدی و گوینده دیدی. ادریس را به آسمان رسانیدم و تو را به آسمان ها برگذاشتم و به خلوت اوعدنا رسانیدم. داوود را ملک پادشاهی دادم و امت تو را ملک قناعت دادم و گناهان آنان را به شفاعت تو آمرزیدم. سلیمان را ملکی عظیم دادم و تو را قرآن دادم که به هیچ پیغمبری ندادم و دعاهای تو را اجابت کردم. علاوه بر آن که سینه خالی تو و دل صافی تو بازگشادیم، بار گناهان امت که پشت تو بدان گرانبار شده بود از تو فرو نهادیم و گناهان ایشان را جمله بیامرزیدیم و دل تو را آرامش دادیم و نام تو و آوای تو بلند داشتیم. ای محمد، خورشید رفعت تو بر هر که تافت، از تابش او بهره یافت. چنان که آدم رفیع به جاه و رفعت تو صفت یافت، ادریس به سبب مرتبت تو ریاست یافت، خلیل به نسب تو مقام خلت یافت، موسی به مهر تو عزت مکالمت یافت و عیسی به حاجبی تو تأیید و نصرت یافت. سپس به مقربان حضرت فرمان آمد که همگی داغ مهر محمد بر دل نهید و آتش شوق او در جان زنید و به رسالت و پیغمبری او اقرار دهید. ما او را در آخر زمان به فیض جود در وجود آوردیم و پیشوای جهانیان کردیم و در صدر تخت رسالت نشاندیم. هر که به او ایمان آورد نیکختر شود و هر که محبت وی در دل گیرد و در شریعت وی بر استطاعت رود، امروز از عیب پاک و فردا گناهانش بخشوده شود و جای او بهشت و شراب او از حوض کوثر و خلعت او دیدار و رضای خداوند اکبر است. رفتن مصطفی به منزل آسمان غریب نبود، لیکن آرامی وی در آن منزل عجیب بود، زیرا مردم در آن وقت در تاریکی دوری بودند و او در روشنایی قرب. چون جبرئیل او را در مقام معلوم بگذاشت، اسرار ظاهر و باطن او را به جاذبه حضرت حق سپرد تا اندر دریای نورانی و بزرگی غوص کرد و کنگره‌های عرش برین او را جذب کردند
و از عرش مجید قصد نزدیکتر رفتن کرد و مقام قاب قوسین در مسند جمال به وصف کمال در مشاهده جلال حق تکیه‌گاه ساخت. معراج موسی تا طور بود و معراج محمد تا بساط نور. موسی را 40 روز روزه فرمودند و چون به حضرت مناجات حاضر کردند خواهش او برخی پذیرفته و بعضی رد شد. محمد را که به حضرت بردند در یک لحظه چندین بار تخفیف نماز خواست و همه به اجابت مقرون شد. پس از بازگشتن از معراج قومی از مصطفی پرسیدند که آن وحی شب معراج چه بود؟ مصطفی آنقدر که حوصله آنها برتافت گفت خداوند از امت من گله کرد که من به نیک عهدی برای امت تو در دوزخ جایی نیافریدم و آنان به بدعهدی خیش خود را به کوشش به دوزخ انداختند. ای محمد، ما روزی که نامزد اینان کرده ایم به دیگری ندهیم و ایشان عملی که حق ماست به ریا به دیگری میدهند. ای محمد، نعمت از ماست و اینان دیگری را سپاس گذارند. ای محمد، با امتهای پیشین 4 کار کردم که با امت تو نکردم. قومی را به زمین فرو بردم، قومی را مسخ کردم و صورت بگردانیدم، قومی را سنگ باران کردم و قومی را به آتش سوزانیدم و از بحر شرف و جاه تو با امت تو از این هیچ چیز نکردم. رسول خدا چون از درگاه عزت آن همه اکرام و اعزاز دید گفت بار خدایا امت مرا جمله به من ببخش. فرمان آمد که ای محمد، امشب که تنها آمدی 1/3 تو را بخشیدم و روز رستاخیز بقیه گناه امت را به تو بخشم تا عالمیان مقام و منزلت تو را نزد ما بدانند. در خبر است که بامداد آن روز که شبانگاه به معراج بود از آغاز سفر خود به زمین بیت المقدس خبر داد. عزیزان صحابه همگی شاد شدند و قبول کردند و این خبر در مکه منتشر شد، ولی ابوجهل باور نکرد. روایت کردند روزی که جبرئیل آخرین سوره قرآن را برای رسول خدا آورد، حضرت به جبرئیل گفت ما را از قهر مرگ خبر دادند و هنگام رفتن نزدیک شده و آفتاب عمر به سر دیوار رسیده. جبرئیل گفت ای رسول خدا، آخرت بهتر از دنیاست و خداوند به تو آنچه خواهی میدهد تا خوشنود باشی. آنگاه رسول خدا بلال را خبر کرد تا ندای نماز جماعت دهد. همین که همه مهاجر و انصار در مسجد پیغمبر جمع شدند، رسول خدا نماز بگزارد و بر منبر رفت و گفت ای مردم، من برای شما چگونه پیغمبری بودم؟ وحی الهی را چگونه گزاردم؟ پیغام حق را چگونه رساندم؟ یاران همه گفتند خداوند به تو جزای خیر دهد که برای همه ما چون پدری مهربان بودی و مانند برادر عزیز رسالت خود را به زبان ما بیان کردی و ما را به راه راست با پند و اندرز رهبری کردی. ای سید، ما به کدام زبان ثنای تو گوییم؟ تو مهجوران را شفیع و درویشان را مونس بودی. آنگاه پیغمبر فرمود شما را به خدا سوگند می‌دهم که هر که را بر من قصاصی است همین ساعت از من قصاص خواهد پیش از قصاص قیامت. این سخن را 3 بار تکرار کرد. در آخر پیرمردی عکاش نام از میان جمع برخاست و گفت پدر و مادرم فدای تو باد. وقتی در جنگی با تو بودم و پیروز شدیم. چون بازگشتیم شتر من پیش شتر شما برآمد. من پیاده شدم تا پای مبارک ببوسم. تو قضیب خود بر پهلوی من زدی. ندانم به قصد من زدی یا به قصد شترم. حضرت فرمود ای عکاشه، پناه بر خدا اگر من قصد زدن تو داشتم. آنگاه بلال را فرمود تا به سرای فاطمه رود و تازیانه را بیاورد. بلال در راه دست بر سر نهاده و فریاد میزد که رسول خدا از نفس خیش قصاص میدهد. بلال از فاطمه قضیب خواست. فاطمه گفت از بهر چه میخواهی؟ بلال گفت پدرت میخواهد دنیا را ودا گوید و از نفس خیش قصاص میدهد.
فاطمه گفت کرا دل دهد که از رسول خدا قصاص خواهد؟ ای بلال، حسن و حسین را بگو تا حوالت آن قصاص با خود گیرند و آن بر آنها برانند. بلال قضیب را آورد. چند نفر از یاران برخاستند و گریان و سوزان گفتند ای عکاشه، به جای رسول خدا ما را قصاص کن. حضرت علی علیه السلام برخاست و گفت ای عکاشه، من زنده باشم و تو رسول خدا را قضیب زنی؟ مرا 100 تازیانه بزن و از رسول خدا قصاص مخواه. عکاشه به علی گفت خداوند مقام و نیت تو را می داند، به جای خود بنشین. آنگاه حسن و حسین پیش آمدند و خود را برای قصاص به جای جد بزرگوار آماده ساختند. عکاشه گفت ای نور چشمان من، خداوند این مقام و مرتبت شما را نگاه دارد. حضرت رسول یاران را آرام کرد و گفت ای عکاشه، قضیب بر پهلوی من زن. عکاشه گفت در آن حال پهلوی من برهنه بود. حضرت پیراهن را پس زد و پهلو نمودار شد و روشنایی چون شعاع خورشید بر زمین افکند. فریاد از مردم بلند شد. عکاشه روی بر پهلوی پیغمبر مالید و گفت پدر و مادرم فدای تو باد، چه جای آن است که از تو قصاص خواهم؟ من عفو کردم که خداوند در رستاخیز مرا عفو کند. حضرت فرمود هر کس خواهد در بهشت به دوست و رفیق من نگاه کند، به این پیرمرد نظر کند. همان روز بیماری پیغمبر شدت کرد و در خانه بماند. بلال بانگ نماز گفت و به در حجره پیامبر رفت و حضرت را به مسجد خواند. حضرت علی و عباس را بخواند و به بازوی آنها تکیه داده و به مسجد آمد و نماز جماعت بگزارد. آنگاه رو به یاران کرد و گفت من از میان شما می روم. امروز آخرین روز دنیا و اولین روز آخرت من است. شما را به خدا می سپارم. بر شما باد پس از من به اطاعت خدای یگانه. سپس از مسجد به خانه رفت. خداوند به فرشته مرگ دستور داد که با ادب و بهترین و آسانترین روش رسول خدا را قبض روح کند. حضرت چون فرشته مرگ را دید فرمود خدا تو را رحمت دهد، داخل شو. به دیدن من آمدی یا گرفتن جان من؟ فرشته گفت هم زیارت هم قبض روح. اگر دستوری دهی تو را قبض روح کنم، وگرنه باز گردم و به حضرت خداوند خویش شوم. جبرئیل در همان حال وارد شد و گفت ای حبیب خدا، درهای آسمان گشاده و مقربان همه انتظار تو را میکشند. حضرت فرمود ای جبرئیل، من نه این میپرسم، مرا بشارتی ده. جبرئیل گفت اول کسی که از خاک برآید تو باشی. حضرت فرمود نه این میپرسم، مرا بشارتی ده. جبرئیل گفت ای دوست، از چه میپرسی و چه بشارتی خواهی؟ فرمود از تو نه از غم و اندوه خود میپرسم که همه اندوه من برای امت من است. سرانجام کار آنها به کجا رسد؟ جبرئیل گفت ای دوست، تو را بشارت دهم که خداوند فرمود من بهشت را بر همه پیغمبران و امتهای آنان بعد از ورود تو و امت تو به بهشت قرار دادم. آنگاه به فرشته مرگ گفت مأموریت خود را انجام ده. در آن حال حضرت علی پرسید ای رسول خدا، از ما کسی زهره آن دارد که تو را شوید و بر تو نماز کند، مگر خود دستوری دهی؟ فرمود یا علی، شستن از تو و آب ریختن از فضل پسر عباس و سومی شما جبرئیل خواهد بود. پس از آن مرا در مسجد نهید و همه بیرون شوید. اول کسی که بر من نماز خواند خداوند از بالای عرش است. پس از آن جبرئیل و میکائیل و اسرافیل. پس از آنها گروه فرشتگان. بعد از آن داخل شوید و همه صف کشید. علی گفت پس از قبض روح که ما از مسجد بیرون رفتیم، صدایی شنیدیم که می گفت داخل شوید. آنگاه همگی ایستادیم و نماز گزاردیم و سپس بدن پاک را به خاک سپردیم.